سلام به دوستان خوب و باصفای خودم. بله درست حد زدی. موشکاف همچنان رو خط مذاکرات وین کار میکنه، خطی که این روزا بد جوری علی گدا رو خطی کرده. هرچی زمان میگذره وضعیت حساس تر میشه. با ورود وزیران امور خارجه آمریکا و 3 کشور اروپایی به وین، مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 5+1 در 12مین روز خود وارد مرحله حساسی شده. آقای ظریف هم خود را به هتل کوبرگ محل برگزاری نشست رسانده. گفته شده مذاکرات دو طرف برای کاستن از موارد اختلافی و اتخاذ تصمیمات لازم به اراده‌های سیاسی نیاز دارد. اراده سیاسی که هست، مهم اراده زهرخوری عظماست که بدجوری کج و کله شده. درد علی گدا اینه که پرانتزای این توافقنامه پاک بشو نیستن که نیستن. منابع دیپلماتیک میگویند بحث بر سر بیش از 30% پرانتزهایی است که همچنان پاک نشده باقی مانده اند. برخی پرانتزها یا همان موارد اختلافی ایران و 5+1 این هاست: میزان غنیسازی، تعداد سانتریفیوژها و رفع کامل تحریم ها. حالا وقتی بنده موشکاف تو این بلبشوی مذاکرات و وضعیت درب و داغون عظما یه نیم نگاهی به ورق‌پاره های حکومتی و فک زدنهای بیمورد مهره های نظام انداختم، دیدم عجب قیقاج بازاری. آقا هر کی یه چیزی میگه، شربت نداری میگه. آمریکا به نابودی توان هسته‌ای ایران میاندیشد، نه تعلیق آن. از اون طرف موسویان که از غلامای خونزاد اکبر کوسس در میاد میگه که آمریکا میخواهد وین 6 به نتیجه برسد. بعد همزمان یکی دیگه از ورق‌پاره های باند اکبر کوسه از الاغچی یه چنین جمله‌ای نقل میکنه: در نگارش متن توافقنامه پیشرفت خوبی داشته ایم. از اون طرف ورق‌پاره بسیجی‌ها که اسمش جوانه از همین الاغچی یه جمله مینویسه که عکس مال قبلیه. 60 تا 65% متن نهایی توافق شده است، اما موضوعاتی که باقی مانده وزنش زیاد است. نمیتوانیم بگوییم در محتوای مذاکرات پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته ایم. حالا این وسط خود الاغچی چی میگه؟ بفرمایید، اینم حرفاش تو تیوی ریش. عراقچی با تاکید بر اینکه تا به امروز پیشرفت دو طرف در بحث نگارش متن خوب بوده است گفت میتوان گفت که الان متنی در مقابل ماست که تقریباً 60 تا 70% آن توافق شده است. میتوان گفت از تعداد پرانتزها در متن خیلی کاسته شده و خیلی کمتر شده تا جایی که متون مورد توافق افزایش یافته است. یعنی اینکه اگر در متن پیشرفت کرده ایم اما در محتوا پیشرفت قابل توجه نداشتیم. جوک 2014 رو داشتید؟ در متن پیشرفت داشتیم ولی در محتوا پیشرفت نداشتیم. بابا متن چیه؟ محتوا کدومه؟ بگو مثل حمار تو گل زهرخوری گیر کردیم، خیال عمل راحت کن دیگه. آقا این قیقاجا بی علت نیست، اینا نشونه شیش و بش عظما واسه بالا انداختن زهره. الان علی گدا نشسته پای منقل تاس میندازه میگه بخورم نخورم، بخورم نخورم. بخوری نخوری تهش یه چیز بیشتر نیست. رپتو پتینا سید علی، رپتو پتینا.